عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. از ام المؤمنین ام عبدالله عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که در دین ما چیزی تازه و نو آورد آن بدعت مردود است. به روایت بخاری. و همچنین هر کس کاری کند که برابر دستور ما نباشد آن کار مردود است. روایت مسلم. ما در اصول، در توضیح در پیش استاد بزرگوار خواندیم. چی خواندیم؟ البدعت و شرک و شرکی. البدعت و شرک و شرکی. بدعت های سیئه، بدعت های بد، بدعت ها واجبند، بدعت ها سنت هستند، بدعت های حسنه هستند. امام مالک رحمه الله میگه اگر کسی در دین بدعت ایجاد میکنه، یک چیز را نو جور میکنه، در زمینه‌های عقیده از همه که مهمتر است، و بعد از او اینمی بدعتی را که جور کرده را حسنه میدونه، نیکو میشمارش، رسول الله صلی الله علیه و سلم را در ابلاغ رسالتش خائن میدونه. و واقعا اون رقم هست. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دین را به صورت کامل و همه‌جانبه برای ما ابلاغ کرده یا نکرده؟ حالا اگر یک نفر اینمی کار کرده، یک نفر فکر میکنه که یک کاری هست حسنه هست، خوب هست، کی نظر الله پیامبر نکرده، ما میم ابتکار میکنیم، اختراع میکنیم، اینمی ابتکار و اختراع جدید خود را در دین چی میشماریم؟ نیکو و حسنه میشماریم. این نظر الله دو حالت داره. یا یک نفر الله را متهم میکنه که الله یادش رفته بود تیر نازل نکرده که پیامبر ابلاغ میکرد و ما کان ربک نسیا، پروردگار فراموشکار نیست. خب پروردگار خوی کار کرده. دوم، وظیفه تبلیغ دین به عهده کی بود؟ به عهده رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرده یا نکرده؟ بدون شک کرده. گپ سوم باقی میمونه که امی برای ما شما بعد برسه. توسط کی دین برای ما شما رسیده؟ صحابه. پس اگر یک نفر یک چیز را در دین ایجاد میکنه که او را باز نیکو میشماره، در حالی که در زمان صحابه نبوده و پیامبر را بر ما نگفتن، سه احتمال وجود داره نوزن بالله. یا احتمال اولی فکر میکنه الله یادش رفته بود که کافر است. احتمال دومی فکر میکنه که پیامبری را ابلاغ نکرده، کافر دومی. احتمال سومی فکر میکنه که صحابه ای را پد کردن، این هم کافر میشه. چرا؟ به خاطری که اگر کسی صحابه را به عموم در رساندن دین متهم بدانه کافر میشه. چرا؟ به خاطری که تزکیه صحابه به صورت عمومی در قرآن کریم صراحت داره.